تنها فرزند ناصرالدین شاه که انقلاب 57 رو دید. در بهشت زهرا تهران قطعه 18 ردیف 16 شماره 25 قبری عجیب وجود داره. زنی که 8 اردیبهشت 1363 فوت میکنه. در سامانه سازمان بهشت زهرا اون اینگونه معرفی شده: نام خدیجه، نام خانوادگی ناصری قاجار امیراصلانی، نام پدر شاهنشاه شهید. روی سنگ قبر هم نوشته آرامگاه شادروان بانو خدیجه ناصری قاجار امیراصلانی فرزند ناصرالدین. قبر مربوط به خدیجه خانم عزالسلطنه 34مین فرزند از 37 فرزند ناصرالدین شاه قاجاره که طبعا در زمان 6 پادشاه زیسته: پدرش ناصرالدین شاه، برادرش مظفرالدین شاه، محمد علی شاه، احمد شاه و بعد از سلسله قاجار هم رضا شاه و نهایتاً محمد رضا شاه. Dusty black coat